تخزیره ساکن دهه واروخی شهر اسفره در 18 سالگی oila برپا کرد ولی بعد 3 سال با سبب بی‌فرزندی جدا شد. یکم oila من وقتی که جدا شدم دل شکسته شدم. حتی با روای دریا هم میرفتم، با پیشای سنگ میرفتم، با خودکشی هم قریب دست میزدگی شدم. سونه می مرکزی ذخیروی زنان شنیدم. زنهای خانشینی دستگیری میکنن. گفته فهمیدم با اینجا مراجعت کردم. میرسیده و صدبرگ بودم، قطعی یا صحبت گرزوندم و یا من دستگیری کردم. وقتی که من پیش وای کس اومده درموندم اقلا یگان کلمه گپ دهانم نمیومد، فقط گریه میکردم. من در اوایل دل شکسته شدم. من عادی هیچی نیست. من یعنی که دنیای نمیخواهم. خیلی گریه میکردم. و زن رسام به سخنهای شیرین گفتن تو حال آینده داری، تو اکنون دستگیری کردن. تخزیره گفت که با دستگیری مقامات محلی و فعالان جامعه از بحران رها شد. بعد 15 سال باز oila برپا کرد. یگان چیم نبود، حتی اقلا یک رشته می سوزنم هم نبود. میرسیده و صدبرگ دستگیری کرده. رئیس جماعت و رحمت و مهرینیست و از اسفره یک معلمم اومد اونجا به سیخ دوزندگی زنان رو کشاده شد. همونجا من دوزندگی یاد گرفتم. کرت لباس دوختم، پول کار کردم، دستم پول دید، هنر دید. با حیات دلم جذب شد. بعد oila برپا کردم. این پسرچه به خداوند و اکنون ما هر دومو من اکنون زنی خوشبخت هستم. میخواهم فرزند کلون کنم. با قطعی فرزندم کار میبیام. این وقتی که گریه کنه دیگر من این خیلی یک دسته حتی این گلای بزنم این تماشا میکند. تخزیره میگوید آماده است به زنان و دختران دهد تمام نازکی های کسبش را رایگان یاد دهد. اینجا محلی هنرهای مردمی زنان و دختران خانشین واروخ می آموزم رایگان. من سوم طلب نمی کنم. وقتی که می آیم میپرسن که اینجا پولکی هست یا نه. نه، اینجا کرسی آموزشی رایگان. چون رایگان فهمیدم بسیار همه میبیاد، همه کسا دخترها زنها، حتی زنهای با پنسه برآمده که بسیار میآیند پیش من. خب کلخوشچی بودم. کازل کن با من پیشم اومد با من تی رقم نیستم دوزندگی با کورپلیگند کنیم که من خب شده شدم اینجا اومده. 4 سال شدم. 4 سال است که اینجا دستگیرش نقش شد. من همه دخترچه ها اومده که ایرندوی هم اینجا کس میاد که رحمه بیوبه. علاقه هر 3 ماه 6 نفری در جماعت واروخ دخترها آموخته لباسهای خودشونه نقص برای خودشون کار به پیش میبرن. دخترهای زنها اگر نه بلکی واروخ خیلی چارکو نزدیک ما و این خواجه الان نزدیک خواهن که بیان و کسب یاد گیرن. من همه یاد میدیم هنرم. زنها و دخترایی که از حیات دل شکسته میشوند در خونه نشسته دقیقه شده زیغ شده نشینن و مثل من با کوچه برویم با بیرون برویم با این خیلی جایهایی که زنهای و دخترای دستگیری میکنن و هنر میآموزد با اونجا مراجعت کرده مثل من خوشبخت شوند. واروخ یکی از کلانترین دهه های تاجیکستان که در مرز قرقیزستان جایگیر است. سالهای آخر به دلیل نامعینی خط مرز میان دو کشور نزاعهای زیادی نظامی به وجود آمد. اما تا 4-5 سال پیش ساکنان دهه های هممرز این منطقه با هم سفر و همکاری میکردند. پیش از با قرقیزها جنگ شدن زنهای قرقیزستان یعنی این اقصای اکسایلوستگی و من لباسی میپوشیدگی دخترم گرفته میامودن. سسترهاش لباسی دختری میپوشد با شبکش میآوردن. من بانیسه هم و کارش میخرتید میآورد لباسش من به میداد من دختر تیار میکردم باز بیاد با گرفته میرفت همین خیلی بود. ما طرف قرقیزها قالین بافی قاقمه و پتو هم خیلی و گلمچه های مایدیچه بافتم به میرفتیم. رفته اومدم از بود اکثریت لباسی که کرته های قرقیزهای هم میدوختم. کروتاشون بود کروز خری میرفتیم. خیر و هم اومدن پیش ما و میشیشتیم قطعی چای میخوردیم همین خیر بود. زنهای بهترین ها بود. خواهشمند بود که ما بیم قطعی شما دوزندگی یاد گیریم از شما دوزندگی یاد گیریم. گفته باینده این مناقشه که شد همه چیز ماند. برای همین آینده صلح شود آرامی شود تینجی امانی شود که با همون دخترهایی که میگفتن بیاین من هنر یاد میدیم میآموزم نه بلکه تاجیکستان مردم قرقیز هم آموزانم. تخزیره ایام کودکیش را که در سالهای جنگ شهروندی در تاجیکستان گذشته است به یاد آورده از آرزو و آرمانهایش گفت.
پدرم دوره‌گر بودن، زندگی ما کمبغلانه بود، فقیرانه بودیم، نه که هر روزه یافتی پدرم به همان روز میرسید. با پگاه کار میکردم، با همون ما 8 نفر در عائله بودیم. کاش پدرم می بودن که حاضر من خیلی که حاضر خودم پول میآورم، زندگیم با پیش هست، مبلغی که حاضر میآورم به پدرم دهم و پدرم رسا خرسند شوند. یگانه آرزو دارم که آرزوی من همین فرزندم، من یک پسر دارم که فرزندی من کلان شود با عمری دراز در تاجیکستان خودش پولیاب شود، در تاجیکستان نان خودش را یافته خورد، برای فقط سیاحی به دیگر دولت ها رود، نه که نانش از تاجیکستان یافته خورد، که آیندهش در تاجیکستان میگذرد، عمرش دراز باشد، از تاجیکستان یا نان خور شود.